برادران و خواهران خیلی عزیز و گرامی، یک مسئله نزد من چند بار است که روی برو تاکید می شود و از من خواستن که دلیل هایی که مذهب خودمان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آیا در اطراف این مسئله برای ما چی بیان کردن، برای ما مقصد ایرا گوش زد نمایین. برادران عزیز، این مسئله آیت خواندن در بالای قبر یا گویم زمانی که نو مرده هامون میبریم به گورستان یا اینکه بعدا گورستان میرویم به مقصد زیارت و به مقصد هم برادران عزیز زیارت میکنیم، هم طلب مغفرت و دعا میکنیم و هم از اون عالم و از اون دیار عبرت میگیریم. میپرسن که مقصد در هر یک شنیدگی هاشون شبهه ها پیدا شده است. من قبلا برادران از پیش از آنی که دلیل و حجت هایی که مذهبی خودمان آوردن برای شما گوش زد کنم، اگر شما اهمیت داده باشین، مسئله آیت خواندن در بالای قبر هیچگاه در مردم این تاجیک ما چندین سالی که خلاص اینا ما اگر یادی داشتگی ما نبگیریم ممکن 30-40 سال همین گپ ها نبود. مردم می رفتن بالای قبرها در داملاها را می بردن، نفرهایی را که با اونها باز مقصد محب بودن و مخلص بودن می گرفتن می بردن بالاهای قبر. در بالای قبر اینها آیت می خواندن، یک جایت دعا می کردن. ولی من گمانم همین است که این وقتهای آخری که از حساب همین اینترنت، از حساب همین بعض شبکه هایی که شاید از داخل تاجیکستان هم، شاید از دیگر منطقه هایی که همزبان ما هستند، وقتی اونها مقصد من میکنن که بالای قبر آیت قرآن نخوانین، از مقصد پیامبر گرامی بالای قبر آیت نخواندن، همین غلغله ها و همین سخن ها الکی در بین مردم، حتی در جوان هایی که حتی قرآن خواندن میتونن، حتی حرفی بگیم عربی را نمیشناسن، اونها حتی سوال میکنن که همین مسئله را یک جا بسیار بحث و مناظره شد، آیا جواب همین چی هست؟ از این لحاظ من برادران عزیز خواستم برای شما دلیل ها و حجت هایی که در این باب هست من برای شما گفته گذارم. اولا شما یک چیز دانید که میگویند که حضرت امام ابو حنیفه خواندن آیت قرآن در بالای قبر مکروه گفتند. درست میگم برادران عزیز که جناب امام ابو حنیفه گفتند که در بالای قبر آیت قرآن خواندن مکروه است، زیرا گفتند مرده های شما تبدیل به جیفه شدند، یعنی اونها پوسیدن، اونها بوی گرفتن، خلاص در بالای اونها خواندن آیت قرآن مکروه هست گفتند. ولی وقتی که مردم ما را میگن ابو حنیفه همچنان گفته است، در حال پیروی از مذهب که دارد و به نام امام ابو حنیفه بسیاری مردم ما که البته از علم او، از تقوای او قائلن و پیروی به او حضرت دارن، میگن مادامی که ابو حنیفه گفته است خلاص
قبول میکنن. لیکن اینجا یک نازکی داره برادران عزیز، این نازکی را دانسته باشین. قول ابو حنیفه دیگر چیز است ولی مذهبش دیگر چیز است. این یکی از آزادی هایی که در مذهب امام ابو حنیفه هست. این را بگیم یک برای چی یک مذهب آزاد، یعنی هر کس میتواند که اندیشه خودش گوید و بسیاری از مسائل هست در نفرهایی که اگر خوانده باشن مختصر الوقایه، خوانده باشن شرح الوقایه، خوانده باشن اگر هدایه شریف یا دیگر کتاب‌های مذهبی خودمون که خیلی عددشون زیاد است، اگر خوانده باشن در بسیاری از مسئله و مسائل ها شاگردهای معروف و مشهورش که ابو یوسف و امام محمد هست اختلاف کرده گیان در قول حضرت امام ابو حنیفه. یعنی با امام ابو حنیفه در بسیاری از مسائل گوییم که حتی اتفاق نیستند. این معنای او را ندارد که این مذهب یک مذهب پراکنده است. این معنای او را دارد که ببین هر نفر مقصد میتونست که شاگردهاش هم نزد او از علمهایی که داشتن، از خواندگی هایی که داشتن پیش حضرت آمده بیان میکردن و بعدا در عموم از روی اعتباری که پیدا میکرد یک مسئله حکم مسئله را صادر میکردن. از این لحاظ در مذهب یعنی قول ابو حنیفه دیگر است، مذهبش دیگر است. مذهبش برادر عزیز در مذهب امام ابو حنیفه فتوا به قول شاگردش امام محمد است. امام محمد رحمت الله علیه فرمود که خواندن آیت قرآن در بالای قبر این مستحب است، یعنی در خواندنش ما و شما برادر عزیز ثواب میگیریم. پس حکم بر همینه، یعنی شما اینقدر دانین که اینجا گپ در سر قول ابو حنیفه نمی رود بلکه گپ در سر مذهبش می رود. ابو حنیفه گفت مکرو، ولی وقتی که مذهب که جمع می شوند همه شاگردها و مکتب ابو حنیفه وقتی جمع می شوند همه به یک قرار می آیند که خواندن آیت قرآن در بالای قبر این امر مستحب است، یعنی ثواب است برادر عزیز. برای این مسئله باید جای بحث مناظره نداشته باشد. هیچ کس نمیتواند که از نام ابو حنیفه گوییم که هدف خودشه یا غرض خودشه در داخل مذهب ابو حنیفه مطرح کنه. باور کنیم برادران عزیز بسیاری نفرهایی که پیروی ندارن از مذهب ابو حنیفه ولی از همین سخن ابو حنیفه استفاده میبرند تا همون مقصد خودش یا همون اعتقاد روشی را که خودش دارد که او خلاف مذهب ابو حنیفه است میخواهد که با این سخن ابو حنیفه تأثیر خودش در پیروای ابو حنیفه گذارد. برای این در کجایی که شما را گفتن ابو حنیفه گفته است بگین درست و خدا رحمت کنه ابو حنیفه را. ابو حنیفه مقصد عالم بود، هر چیزی که وی گوید درست، ولی مذهب ابو حنیفه چی میگه در این باب؟ از این لحاظ ما مقصد در مذهبش کار داریم. مذهبش ایرا امر مقصد به مستحب میتد. بسیاری همون نفرهایی که پیروی مذهب ابو حنیفه ندارن از همین جا استفاده میبرن که نه ابو حنیفه گفته است فلان، لیکن مادام بسیاری ما که مذهبش نمیدانیم بگیم حکم مذهبش که نمیدانیم بعد درو برادرای عزیز داده میشیم یا فریفته میشیم. از این لحاظ حاضر من یک چند دلیل هایی که آوردن من برای شما میخوانم. خب میگد فقط ذهب جمهور الحنفیه و شافعیه و الحنابله الى انه لا نکره قراءة القرآن فی المقابر بل یستحب. ببینید یعنی ایرا در حاشیه ابن عابدین
ابن عابدین شامی صاحب رد المحتار قسم 1 صفحه های 605 تا 607، همچنان کما فی الفتاوی الهندیه در فتاوای هندیه هم همین عباره را که حاضر من خواندم آمده است که میگد به تحقیق جمهور حنفی ها، یعنی تمام علمایی که به مذهب ابو حنیفه پیروی میکنن و شافعی ها، مذهب شافعیه، مذهب حنبلی ها، میگه با این رفتن که قرائت قرآن در بالای قبر مکروه نیست گفتن، بلکه ثواب است. برادرای عزیز، این یک اشاره. ولی پیش از آنی که من ایرا برای شما گویم، از زمانی که محتضر میگیم، ولی در پیش من برادر از این مختصر ایستادگی است، کتاب خیلی معروفی ما و شما، میگه سنن للمحتضر ایوجه الى القبله علی یمین. وقتی همین بیماری مرگ یکی از نفری را میگه وقتی فرا گرفت، بیاین میگه به طرف راست بگردانینش و اختیار الاستلقا، گفتن بهترش با همو پشت میخوابانیمش، پشت قطعی میخوابانیم، گفتو و یلقن شهاده. بعد چیکار میکنیم؟ بعد میگه در نزدش مجبورش نمیکنیم که کلمه شهادت بگو، زیرا حالتی و حالتی خیلی گران و مشکل است. ما خودمان لا اله الا الله، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی در پیشش برادرای عزیز تلقین شهادتش میکنیم. شما بینید که نه تنها از وقتی در قبر میمانیم، یعنی از زمانی که حالی در حالت جان کنی قرار دارد، از همونجا گویم دعا فاتحه ما و شما آغاز می شود. ولی بسیار حدیث های اگر چند اسنادهاش ضعیف هم که بگن، لیکن از باب فضائل است، اونها را گفتن یگان جای گناهی ندارد که حتی در حالت همون نزع جان سوره یاسین بخوانین. میگه در حالتی که وای در حالت نزع جان دیدیم که بسیاری از مردم تاجیکستان ما در اما حالت سوره یاسین میخوانند، یعنی به خاطر آنه که مقصد جانبراری همه آدم حتی سبک شود. من خودم شاهدم برادران عزیز که ما در حالت یک نزع جان یک نفری بودیم، وقتی در بالاش سوره یاسین میخواندیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، گفتم میخواندیم، همه آدمی که باید جانش برابر ما یاسین میخوان. تصور کنین، زیرا که وای در دنیا یاسین اکا که میدانیست، زبانش آموخته بود، از یاد که میدانیست، برابر ما یاسین خوانده سای. در 4 مبین رسیدن، وقتی که ما 4 مبین خواندیم که مقصد به خاطر که الله مهربان اعمال صالح را در بالاش انجام دادیم، از سوره از قرآن خواندیم، خداوند به خاطر این سوره مبارکه جانش به آسانی گیرد. 4 مبین ده همین گویم آیت اولی که خواندیم به همین یک مقصد خاموش شد و با همون جانش برآمد. ببینید این چند قدر برادر عزیز خیر خوبی داره که انسان به خواندن سوره از قرآن وقتی جانش میبراید. پیامبر نازنین میگه برای چی میگه تلقین شهادت کنین لا اله الا الله، لا اله الا الله، به خاطر که من کان آخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه، کسی را که آخران کلمه از دنیاش لا اله الا الله باشد او داخل جنت می شود. از الیاس بینین از زمان بیماریش الکی آیت خوانی سر می شود، از زمان بیماریش دعاها سر می شود، از زمان بیماریش الکی کلمه شهادت گفتن سر می شود. وقتی داخلی قبر دا میمانیمش، ببینین حدیثایی که مقصد در سنن ترمذی آمده است، حدیثایی که ابو داود آورده است، پیامبرمون میگه وقتی که شما او را در داخل قبر میگن بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. ببین یک حدیث این خیلی آمده است، چی آمده است؟ بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. حدیث دیگرش آمده است بسم الله و علی ملت رسول الله. ببینین پروردگارا به نام تو و به ملت پیامبر گرامی تو
ما ایرا مقصد در خانه آخرتش گسیل میکنیم، ما تسلیم میکنیم. ببینین حتی حالت بیماریش هم با آیت قرآن با دعا، حالت گذاشتنش هم پیامبر گرامی میگه شما بگین بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، بسم الله و علی ملت رسول الله. شما با این کلمه ها مقصد همه اینها دعا هستند، همه اینها معنای آیت دارن. در حالت داخل کردن میگه شما باید با این کلمه ها و این آیت ها مقصد او را وارد خانه قبر کنید. وقتی که قبر را پوشانیدیم بود کردیم، انا که دیدیم که در اینجا آمد مثال همه علمای حنفی، شافعی، حنبلی با این رفتن که مستحب است، میگن هیچ باکی ندارد. این چنین برادر عزیز از مذهب امام مالک علمای بسیار مشهورش مثل ابن رشد، ابن عربی، امام قرطبی و دیگران میگه، و دیگر علمای دیگر میگه معتقدند که تلاوت کردن قرآن و بخشیدن ثواب آن بر میت در قبرستان و در غیر آن برای مرده منفعت میبخشد. از جناب قرافی اینجا دا میارم برادرای عزیز که جناب قرافی چی گفت؟ و اما القراءه علی قبر، انا این سخنی را که الحال من در بالا خواندم، یعنی همین را با عباره های عربیش بگیم برادرای عزیز، انا آورد است که خواندن آیت قرآن نفعش به مرداتون میرسه. ایرا علمای مذهب امام مالک گفتن، امام قرطبی و جناب ابن رشد و ابن عربی. انا که برادران عزیز و گرامی از علمای ما حنفی ها باشد، علامه بدرالدین عینی که این خیلی مشهوره در بین مذهب ما و شما برادران عزیز و گرامی، که یک کتاب دارد مشهورش عمدة القاری، یعنی شرح صحیح بخاری، امین بگیم صاحبش بدرالدین عینی هست. این حضرت هم برادران عزیز انا یک میگه در امام بخاری یک عنوان داره، یک باب داره در که در بالای قبر انجام دادن موعظه، یعنی وقتی که مردم به قبر مشغولن و مرده دا گذاشتن مشغولن، یک نفر میگه باید موعظه کند. این با حدیث پیغمبر ثابت است. و خود بدرالدین عینی میگه که مثالی میگه منفعت بردن مرده، یعنی همین اعمالی را که میگه وقتی که همین نفری که موعظه میکند عمل صالح انجام میدهد، ثواب همین را اگر به همون روح مرده اگر ببخشد، میگه نفع میبرد مرده. ببینین نفع میبرد. این سخنی جناب بدرالدین عینی است. همچنان برادرای عزیز و گرامی سخنی را که عمرو ابن عاص گفته بود، من یک بار دیگر هم تاکید کرده بودم، گفتن که اذا دفنتمونی فاقیموا حول قبری. این روایت مسلمه. عمرو ابن عاص گفت که وقتی که مرا میبرین در قبر میمونین، در بالای قبر ما با مقدار یک شتر کشتن و گوشت او را تقسیم کردن، مقصد بالای قبر من ایستادگی کنین تا من به شما انس بگیریم. میگه این سخن اصحاب پیغمبر، سخن صحابه پیغمبر حضرت عمرو ابن عاص. انا که در شرح همین حدیث علی قاری برادر عزیز که یک فخر مذهب ما و شما، یک عالم مشهور محدث علامه علی قاری چی میگه؟ میگه که اینجا در برادرها در مرقات آورده استش، شرح مشکات، یعنی کتاب مشکات که اکثر علمای ما درسی میخوانیم و شرح داره به نام مشکات در جلد 5 صفحه 463. من عبارای عربیش نخوانم بلکه تاجیکیش خوانم. میگم مقصد از انس گرفتن که عمرو ابن عاص صحابه پیغمبر گفت، یعنی میگه ترس و وحشت هم به سبب دعای شما، ذکر و قرائت قرآن و استغفارتان دور بگرده. ببینین میگه مراد از همه که من دهشتی که در خانه قبر احساس میکنم و میترسم،
میخواهم همون دهشت و ترس ما به سبب دعای شما، به سبب استغفار شما، به سبب خواندن قرآن من همین وحشت ها را مقصد چیکار کنم؟ از همین وحشت ها خالی شوم. این سخنی جناب علی قاری در کتاب مرقات در شرح مشکات بود. انا که برادرای عزیز در امام نووی هم برادرای عزیز در شرحی که میدانیم یک شارح صحیح مسلم است، امام مسلم بگیم شرح دادگی است، این کس امام نووی چی میگه؟ این حضرت هم برادرای عزیز آورده است که خواندن آیت قرآن خلاص برای مرده های شما نفع میبخشد و همچنان ثواب هم هست. من عبارای عربیش گویا نگاه دارم و برای شما گفتم و میگه که از این روایتی که امام نووی از بالا آورده است میگه چند فایده ها کشفی. یکم میگه اثبات عذاب قبر، دویم سوال دو ملائک، همچنان مذهب اهل سنت معتقدند خب مستحب بودن ایستادن در نزد قبر. ولی بیننده و آن مقداری که در این حدیث آمده است مرده در این اثنا کسی را آنجا باشد میشنود. از همین حدیث عمرو ابن عاص برادران امام نووی برای ما و شما میگه چند فایده های به دست آمد. یکم که ما فهمیدیم که عذاب در داخل قبر حق است. دوم فهمیدیم که ملائکه ها میآیند و بنده را میپرسند. سوم فهمیدیم که انا در نزد بالای قبر یک مقدار ایستادنم این چی بوده است؟ اینم از ثواب خالی نبوده است. بعد چهارم گفتن که مرده کسی را که در بیرون باشد چکار میکند؟ گفت بیننده مرده در این اصلا کسی آنجا می باشد میشنود. یعنی معنا همین است که مرده های ما صدای قرآن ما را، صدای مغفرت و دعای ما را میشنیدن. قاضی عیاض برادر عزیز این بنده خدا هم در شرح صحیح مسلم سخنش میارن، میگه این حدیث هم انا عیناً سخنهای جناب امام نووی را میگد که یعنی مرده میشنیده است صدای قرآن ما را، صدای مثال السلام علیکم میگیم صدای ایرا اینها میشنیده. انا برادران عزیز و گرامی اینجا دا میارد سخن حدیث موقوف از جناب عبدالله ابن عمر، میگد که من ثواب میدانم که چی را ثواب میداند؟ ان یقرأ علی القبر بعد الدفن. ببین میگد من مستحب میدانم، من ثواب میدانم که بر قبر بعد دفن میت قسمت اول و آخری سوره بقره خوانده شود. جناب عبدالله برادران عزیز، عبدالله ابن عمر بچه حضرت عمر میگد من ثواب میدانم، یعنی این کار خیر میدانم که وقتی که در بالای مرده اول و آخری سوره بقره خوانده شود. اینم آثار صحابه میگن ایرا. یعنی وقتی که صحابه پیامبر ما را دلالت میکند که من ثواب میدانم اول و آخری سوره فاتحه خواندن، امروز این سخن صحابی پیامبر برای هر کدام ما و شما، در برابرش سخن علی قاری، در برابرش سخن بدرالدین عینی، در برابرش سخن انا قاضی عیاض و دیگر علمایی را که اینجا من نام گرفتم، همه اینها حجت و دلیل های خود را آوردن که تا برای ما اثبات کنند که خواندن آیت قرآن در بالای قبر ثواب است. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی در این مسئله بحث و مناظره نکنین. مرده های ما نیازی بر این دارن. ما و شما هر کاری را که بغیر آیت قرآن، هر کاری، یک مسجد میسازیم، یک راه میسازیم، یک آب بیرون میکنیم، ببینین هر کاری که میکنیم، حتی در خانه هامان ما و شما دسترخوان میپرتاییم، به خاطر چی؟ به خاطر که ثواب اینها بر روح مرده های ما برسد.
و اینها موافق اعتقاد ما و شما اهل سنت همینه که ثوابش میرسد. پس وقتی که ثواب راه کندن برسد، ثواب مقصد آب برآوردن، ثواب مسجد، ثواب خیر احسان‌های میکنیم، وقتی اینها میرسند و نفع فایده برای مرده ما میرسانند، آیا آیت قرآن هم، البته این انجام دادن آیت قرآن هم از زمره اعمال صالح است که ما ثواب این را بر روحش میبخشیم، الهی مهربان او را قبول میکنند. خدا رحمت کنند محمد عمر سربازی را. این کس میگد که مردم انا دانند که قرآن بردن نزد قبر منعه، یعنی با خودت قرآن بگیری و برای در بالای قبر بخوانی، این منعه. لیکن به قرآن اگر دستی خالی رفته آنچه حفظ داری در بالای قبر بخوانی، هیچی باقی نداره. از این لحاظ برادران، اینقدر علمای بزرگی که همه اینا مفسرن، اینا تفسیر قرآن میکنن، اینا تفسیر حدیث میکنن، با این علم و با این قدر ملکه و دانش، وقتی اینا ما را دلالت به این کار میکنن، برادران دیگر جای مراجعت برای ما چی در کار؟ ما داریم که الحمدلله رب العالمین، داریم جایهایی که مثال برای ما تعلیم کردن، برای ما دلالت کردن. من فکر میکنم برای کسی که اگر لازم بود همین حجت ها را دانستن، انشاءالله همیناش کفایت میکنن. از این لحاظ پیروی از مذهب امام ابو حنیفه را برادران عزیز همیشه پیگیری کنین. چیزی مذهب خودمان گفته است با همین خودمان موافق میکنیم، مطابق میکنیم، زیرا که در درون مذهب همه آیت قرآن و حدیث پیامبر جای دارد. الله مهربان بازم خاتمه مون به خیر کند، ایمانان با سلامت نگه دارد و الله مهربان شکرگزاری هم کنیم که خدای مهربان ما و شما را امروز توفیق داد است که وقتی که من چیزی را از دلیل و حجت ها میابم و میخوانم و با او پیرو میشیم، اینم برادرای عزیز یک داد الهی و لطف الهی است. خداوند در پناه رحمت و عصمتش همه شما را نگهبان